همستر و این ایردراپ ها یه چیزای عجیب غریبی هستن مگه نه؟ قراره یه پولی به ما بدن، یه چستومنی به ما بدن که الان نصف ایران از هر دوتا ایرانی یکیش 100% درگیر همین ایردراپ ها و همستر مخصوصا شده و ترند روز فضای مجازی و کل ایران شده که قراره توی این ویدیو بریم پشت پرده هم همستر و کل ایردراپ ها رو با هم ببینیم اینا چی هستن، از کجا قراره به ما پول بدن و توی کمترین زمان ممکن چطوری توی ایردراپ های معتبر که احتمال نقد شوندگی بالای 80% رو دارن بیشترین سکه رو جمع کنیم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید و این ویدیو رو اصلا از دست ندید. سلام، بنده پویا هستم و به ویدیوی جدید خیلی خوش اومدید. اینجا کانال ایردراپ پی ان هستش و توی این کانال قراره به شما ایردراپ های اصلی معتبر که احتمال نقد شوندگی بالای 70 الی 90% رو دارن به شما معرفی و آموزش بدم. پس حتما اگه چنلمون رو ساب نداری حتما برو سابسکرایب کن که از این ایردراپ ها ته این تابستون اصلا جا نمونی که قرار شکارچی ایردراپ ها بشیم توی این کانال. خب این ایردراپ ها چیزای عجیب غریبی هستن مگه نه؟ میای خود همستر، بذار با خود همستر که الان ترنده و هممون میشناسیم با اون شروع کنم. همستر خیلی چیز عجیب غریبیه مگه نه؟ هم کارت داره، سکه داره، پروفیت داره. کدومش مهمه؟ با کدوم به ما پول میدن؟ این چستومن پولی که قراره به ما بده از کجا میاد؟ چیکار کنیم این چستومنه یکم بیشتر باشه، حتی اگر یه شمالی بزنیم باهاش، یه خرج شمال در بیاد که بعید میدونم. چرا بعید میدونم؟ چون که الان کاربراش بالای 90 میلیونه. خیلی حرفه، 90 میلیون دارن همستر رو انگوش میکنن، این خیلی بده. بعد یه ایردراپ تا زمانی قراره به شما یه پول درست حسابی بده که کاربرای فعالش بیشتر از 7 میلیون، نهایت دیگه 8 میلیون باشه. دیگه از این بیشتر اشباع بشه دیگه پول خوبی نمیده. نمیگم پول نمیده، میده، به چشم نمیاد، اصلا ارزش وقت گذاشتن نداره. آدم وقت که میذاره روی اون ایردراپ بذاره روی هر کاری دیگه ای 3-4 برابر اون کار پولو در میاره. میفهمی چی میگم؟ واسه همونه کلا توی این ویدیو قراره راجع به همین پشت پرده ها صحبت کنیم. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید. از همین همستر، الان همستر یه چند وقت پیش یه اعلامیه داد. همستر 3-4 تا بخش داره. یه بخش داره سکه جمع میکنی، یه بخش پروفیت داره، بخش کارت ها رو داره، بخش دیلی سایفر و کلی جای دیگه داره. یه چیز عجیب غریبیه و خیلی هم خوبه، عین یه صرافی میمونه. الان مثلا بخوام مثال بزنم، همستر یه بخش داره به اسم لگال، یه بخش داره به اسم مارکتینگ، یه بخش داره به اسم اسپیشیال. بعد بیای تو هر صرافی یه نگاه بندازی، یه جاهایی داره مثلا یه بخشایی داره هر صرافی که باعث میشه که سودتو کسب سود کنی، کلا سودت زیاد بشه، که توی همستر میشه بخش مارکتینگ. یا یه بخشی داره که باعث میشه که خطراتی که واسه کاهش شانس شما هستن اونو کاهش میده توی بخشای صرافی، که توی گیم همستر میشه بخش لگالش و اسپیشیال هم به همین ترتیب. و این همستر یه چیزیش که خوبه همینه، یه جورایی داره صرافی ها رو عادی سازی میکنه بین مردم و این خیلی خوبه و واقعا آدم حمایت میکنه. از اونور حالا خود همستر یه چند وقت پیش تیم توسعه دهندش اومد و توی ویدیو یوتیوبش یه اعلامیه داد، گفت که حاجی بیا سکه هاتو زیاد کن، سکه مهمه. بعد یه هفته اومد باز یه ویدیوی خوب داد، ولی دیگه توی اون ویدیو نگفت که حاجی سکه بده یا خوبه، کلا اهمیتش رو داد به پروفیت. گفت پروفیته که مهمه، عاقلانه بازی کنید، نمیدونم یه همچین چیزایی، و پروفیتتون رو افزایش بدید تا جایی که میتونید، پروفیت مهمه. بعد بازم یه اعلامیه دیگه داد، یعنی توی اون اعلامیه اصلا هیچ اشاره‌ای به سکه نکرد که بی ارزشه یا با ارزشه. پس این که بیایم کل سکه هامون رو خرج کنیم، پروفیت رو ببریم بالا، یه چیز فولیه به نظر من و به نظر من باید اون اصل تعادل رعایت بشه، هر دو به صورت بالانس بیاد بالا، که توی فازهای بعدی همستر ببینیم که چی به چیه. چون که مسلما تا یه هفته آینده شایدم کمتر یه فاز جدیدی به همستر اضافه بشه که توش هم پروفیت اهمیت داره هم سکه اهمیت داره، که با اون سکه ها بتونیم ما یه چیزای جدیدی رو تو همون فاز جدیده ارتقا بدیم و باعث بشه که پول بیشتری بگیریم، اون چستومنه یه نمه بره بالا، یه چستومنه زیادی باشه. خب بریم جلو. پس باید حتما اصل تعادل رو رعایت کنیم. اینم بگم که الان کاربرای همستر بالای 90 میلیونه، یعنی تو بخوای زیاد بگی نهایت $70، تهش $80 بهت پول بده. نمیگم لیست نمیشه، مسلما لیست میشه، 100% لیست میشه.
پروژه گدریه، ولی دیگه چون که کار براش زیاده الان واسه خیلیا شاید هنوز اوایل همستر هستن، ولی واسه خیلی هم دیگه آخراشه، ته تهشه، چون که دیگه 90 میلیون کاربر داره. تو الان بخوای همستر رو شروع کنی میخوای کجای رنکینگ باشی؟ چقدر میخوای سکه جمع کنی تا توی این 90 میلیون بیای بالا؟ یه دو تا 4 تا بات با خودت بکن ببین اصلا ارزشو داره یا نه. حالا علاوه بر این همستره و تبسواته کلی ایردراپ معتبر دیگه است. الان مثلا بخوام یه مثال بزنم، این ایردراپ ها تازه نیستن که از قدیم و ندیم ایردراپ هست. از خود بیت کوین که الان هست اون زمان ایردراپش بود، ایردراپ بیت کوین بود. نمیدونم داستانشو شنیدید یا نه. طرف میومد توی یوتیوب حرف میزد اون موقع من 10,000 تا 20,000 تا ایردراپ داشتم، ایردراپ بیت کوین داشتم. بعد با همون 20,000 تا رفتم یه پیتزا خریدم، پیتزا خوردم با 20,000 تا بیت کوین. یه همچین چیزایی بود، از اون زمان بود ایردراپ ها. ولی حالا چون که نات کوین تازگی ها لیست شد، مخصوصا توی ایرانی خیلی به چشم اومد و خیلی یه پول خوبی باهاش برداشتن، اونایی که سکای زیادی جمع کرده بودن، نات کوین زیادی جمع کرده بودن، اومدیم و کلا یه جور ترند شد. خیلی باور نداشتن همچین چیزا رو و اومدن بالا. و باید بدونیم که هر ایردراپ رو نباید بزنیم. اون ایردراپ هایی که بالای 70 یا 80% احتمال نشوندگی دارن رو باید به روشون وقت بذاریم. و اینم بگم هر ایردراپ که ماین کردنش سخت تر باشه، یعنی سکه کمتری به ما بده، این از اون ور قیمتش میره بالا. که توی این ویدیو، حالا توی این ویدیو که نه، توی ویدیوهای بعدی کلا موضوع محتوا کانالمون همینه، معرفی و آموزش ایردراپ ها که توی کمترین زمان با کمترین سکه بیشترین سودو بگیریم. خب که الان هولوش 10-12 تا ایردراپ معتبر اومده که 100% لیست میشن و بعضیشون خیلی سخت ماین کردنش، ولی بعضیشون مثل همین حالا همستر که خیلی گلابیه، مثل تبسواده راحتن، آنچنان سخت نیستن و باید گلگاشو بلد باشی، بدونی چطوری اینا رو یه جوری مثلا استفاده کنی که با کمترین زمان، با کمترین سکه بتونی بیشترین بازده رو ازش بگیری. که توی کانال اگه چنل رو ساب نداری حتما سابسکرایب کن که از ویدیوهای این ویدیو به بعد قراره تمامی این ایردراپ ها رو توی ویدیوهای مختلف واسهتون آموزش بدم، معرفی کنم و بهتون یاد بدم که چطوری بیشترین سکه رو با بیشترین پوینت رو از اینا بگیریم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و به جمع و به خانوادهمون اضافه بشید که قراره تمامی ایردراپ هایی که 100% لیست میشن رو شکارچی باشیم و رنده کنیم. خب بریم جلوتر. اینم از این ویدیو. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم که این مطالبی که گفتم واسهتون به دردتون خورده باشه. حتما کانال رو سابسکرایب کنید. توی ویدیوی بعدی میایم راجع به همستر صحبت میکنیم که چه کارتایی رو ارتقا بدیم. مثلا من نوعی که همین امروز همستر رو شروع کردم و قراره تا 20 روز آینده لیست بشه، کدوم رو بیام ارتقا بدم، کدوم کارتا رو، کدوم کارتا که کمترین سکه رو از من بگیره و بیشترین پروفیت رو به من بده. و اونایی که مثلا خیلی وقت هم که همستر رو دارن که خودشون هم بلدن و واسه اونا هم که میگم که کدوم رو ما بیایم ارتقا بدیم که بیشترین سود داشته باشیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید و منتظر ویدیوی بعدی باشید.